موش آهنخور و کلاغ کودک دوست. بازرگانی به قصد سفر و تجارت راهی شهر دیگری بود و تصمیم گرفت برای اینکه در این سفر ضرری متوجه او نشود، مقداری از سرمایه خود را در شهر باقی بگذارد. بنابراین با آن سرمایه مقداری آهن خرید و آنها را نزد دوست خود به امانت گذاشت. چون فکر می‌کرد آهن وزنش زیاد و قیمتش کم است و در نتیجه کمتر کسی به فکر دزدیدن آن می‌افتد. پس از مدتی بازرگان از سفر بازگشت. قیمت آهن زیاد شده بود و بازرگان فکر کرد بهتر است به سراغ دوستش برود و آهنها را پس بگیرد. اما دوست قدیمی او به فکر خیانت افتاده بود و آهنها را در جای دیگری پنهان کرده بود. زمانی که بازرگان نزد او رفت و آهنها را طلب کرد، با ناراحتی گفت: دوست عزیز، من واقعا متاسفم. من آهنهای تو را در گوشه از انبار نگه می داشتم تا اینکه روزی برای کار دیگری به انبار رفته بودم، متوجه شدم موشی در انبار بوده که تمام آهنها را خورده است. مرد بازرگان فهمید که دوستش قصد دارد او را بپیچاند. کمی اندیشید و سپس گفت: بله، من هم شنیدم که موش آهن دوست دارد. تقصیر من است که فکر موش را نکرده بودم. دوست بازرگان با خود فکر کرد حالا که این مرد انقدر احمق است و حرف مرا باور کرده، بهتر است او را برای نهار دعوت کنم تا دوستی خود را با او تثبیت کنم و تردید را از او دور کنم. بازرگان هم دعوت دوست خائن خود را برای نهار پذیرفت. اما زمانی که از خانه او خارج می شد، فرزند کوچک دوستش را که نزدیک خانه در حال بازی بود بغل کرد و با خود به خانه برد. او به همسرش سفارش کرد که تا فردا از کودک به خوبی مراقبت کند. فردای آن روز برای صرف نهار به خانه دوست خائن خود رفت. دوست خائن که از گم شدن کودک بسیار نگران و ناراحت بود گفت: دوست عزیز، من شرمنده شما هستم، اما امروز مرا معذور بدارید، چون فرزند کوچکم از دیروز گم شده، اما بسیار نگران و پریشان هستیم. بازرگان که منتظر این سخنان بود گفت: اما من دیروز زمانی که به خانه می رفتم فرزند شما را دیدم که کلاغی او را به منقار گرفته بود و با خود می برد. دوست خائن که پریشان تر شده بود فریاد زد: آخر چطور امکان دارد کلاغی که وزنش نیم من هم نیست، کودکی را که وزنش 10 من است بلند کند و بپرد؟ مرا مسخره کرده ای؟ بازرگان پاسخ داد: تعجبی ندارد. در شهری که موش میتواند آهن بخورد، کلاغی هم میتواند کودکی را به منقار بگیرد و پرواز کند. دوست او که پی به داستان برده بود با پریشانی گفت: حق با توست، من به تو دروغ گفتم. فرزندم را بیاور و آهنت را بستان. بازرگان در پاسخ گفت: اما این را بدان که دروغ تو از دروغ من بدتر بود، زیرا من برای پس گرفتن حق خود مجبور به دروغگویی شدم، اما تو خیانت در امانت کردی.